اطلاعات تلگرام لو میره، تلگرام دیگه امن نیست، ایردراپ ها چی میشن؟ آیا هنوزم تو صف لیست شدنن؟ نظرتون درباره آینده تلگرام چیه؟ آیا هنوزم اطلاعاتش امنیت دارد؟ تکلیف ایردراپ ها چی میشه؟ آیا هنوزم تو صف لیست شدنن؟ امروز با یه خبر چند جالب خیلی مهم برگشتم که قطعا توجه خیلی ها رو جلب کرده. دیروز پاول دروف، خالق تلگرام، با یکی از شخصیت های بزرگ دنیای فناوری در پاریس دستگیر شد. این خبر مثل بوم تراکم و شایعات زیادی هم به ایران وجود دارد. توی این ویدیو قراره با هم با بررسی دقیق دستگیری و شایعاتی که به دنبال اون با وجود آمده بپردازیم. همچنین با تاثیر این بالای ایردراپ ها، توییت های معروف و حتی احتمال وقوع جنگ جهانی سوم خواهیم پرداخت. پس با من همراه باشید تا همه این موضوعات را با طور کامل بررسی کنیم. قبل از وارد شدن با جزئیات دستگیری باید کمی در مورد پاول درو و اهمیتش در دنیای فناوری صحبت کنیم. پاول درو متولد تایوفته 1984 در سمت تکواندو روسیه، یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار دنیای تکنولوژی و به ویژه در زمینه ارتباطات دیجیتال. این به خاطر تأسیس ویکانتک که یکی از بزرگترین شبکه‌های اجتماعی روسیه شناخته میشه. اما دستاورد بزرگ اون تلگرام اپلیکیشنی که به خاطر تمرکزش بر امنیت حریم خصوصی در سطح جهانی محبوب شده. پاول به خاطر ایستادن در برابر فشارهای دولتی و دفاع از حقوق کارگرش و ویژه در موضوع حریم خصوصی یک نماد تبدیل شد. بنابراین هر گونه خبر درباره اون ویژه دستگیری میتونه تاثیرات زیادی در دنیای فناوری و حتی سیاست داشته باشه. حالا معرفی کوتاه و مختصر اون میرسیم به اینکه چه اتفاقی افتاده. دیروز صبح خبر رسید که پاول دروف در پاریس دستگیر شده. این دستگیری به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی انجام شده. خیلی از رسانه‌ها و تحلیلگرانش در تلاشند تا دلیل دقیق این اقدام را بفهمند. پلیس فرانسه اعلام کرده که پاول به دلایلی که هنوز به طور عمومی مشخص نشده بازداشت شده و فعلا در بازداشتگاه پاریس نگهداری میشه. در ابتدا خیلی‌ها فکر کردند که شاید این دستگیری مربوط به مسائل مالی و تجاری باشه، اما با گذشت زمان و بررسی‌های بیشتر شایعات جدیدی مطرح شد که به دلایل سیاسی امنیتی مربوط میشه. بعد از انتشار این خبر شایعات زیادی تو فضای مجازی راه افتاد. برخی میگن این دستگیری به دلیل فشارهای دولتی برای دسترسی به اطلاعات شخصی در تلگرام. خودتون که میدونید کشورهای مختلف به خاطر رویکردهای امنیتی تلگرام همیشه در تلاش بودند تا به اطلاعات کاربران این اپلیکیشن دسترسی پیدا کنند. پس طرفدار ممکن دستگیری پاول به دلیل همین نپذیرفتن درخواست‌های دولت‌ها برای همکاری با اونها صورت گرفته باشه. شایعات دیگه هم وجود داره که میگن این دستگیری به مسائل اقتصادی تجاری مربوط میشه. شاید پاول درگیر یک پرونده تجاری بزرگ شده یا اینکه به دلایل مالی تحت فشار قرار گرفته. گفته میشه که ممکن این دستگیری به خاطر مسائل مربوط به قانون سختگیرانه فرانسه در زمینه رمزنگاری و حریم خصوصی باشه. یه نکته جالب اینه که برخی از تحلیلگران معتقدند که این دستگیری ممکنه نتیجه فشارهای بین‌المللی از سوی دولت‌های دیگه‌ای باشه، مثل روسیه، چین یا حتی ایالات متحده آمریکا. این کشورها ممکنه به دنبال گرفتن اطلاعات بیشتری از تلگرام و محدود کردن فعالیت‌های پاول بوده باشند. حالا که با بررسی شایعات پرداختیم، این نگاهی به تاثیر این دستگیری در ایردراپ‌ها به ویژه ایردراپ داکس می‌اندازیم. currency یک داست به خاطر رابطه نزدیکشون داستان کرنسی ممکن تحت تاثیر قرار گرفته باشند. با توجه به اینکه پاول به طور مستقیم و غیر مستقیم با بسیاری از این پروژه‌های کریپتو در ارتباط بوده، ممکنه دستگیری اون باعث نگرانی‌هایی در مورد آینده‌های این پروژه‌ها بشه. با این حال داکس اعلام کردند که این اتفاق تأثیری بر برنامه‌ریزی زمینی ما نخواهد داشت. خبر که داریم این داکس هم امروز لست شد. اگه پایگاه‌های داده یا اطلاعات مرتبط به این ایردراپ‌ها به دلیل مسائل قانونی امنیتی تحت بررسی قرار بگیرند، ممکنه تعویضاتی در توزیع یا اجرای اونها به وجود بیان. همچنین تغییرات در سیاست‌های تلگرام یا محدودیت‌های جدید میتونه برای اکوسیستم کریپتو تاثیر بذاره و باعث تغییراتی در برنامه‌های ایردراپ‌ها بشه. حالا به توییت‌های اخیر شخصیت‌های مشهور مثل اندرو تیت و ایلان ماسک می‌اندازیم. اندرو تیت که به خاطر نظرات و فعالیت‌های جنجالی شناخته میشه، در توییت‌های اخیرش به این دستگیری واکنش نشان داده و از اونها به عنوان یک نشانه بزرگتر در دنیای فناوری یاد کرده. او معتقده که این دستگیری ممکنه به دلیل فشارهای جهانی در روی شخصیت‌های برجسته دنیای فناوری باشد. از طرف دیگر ایلان ماسک با هشتگ پاول را آزاد کنید پیوست. علاوه بر این اون با چند توییت از دروغ و آزادی بیان دفاع کرده. با توجه به وضعیت‌های فعلی و تلاش‌های بین‌المللی، بعضی از تحلیلگران نظریه پردازان بر این باورند که ممکنه ما در آستانه یک بحران جهانی بزرگ باشیم. هرچند که هنوز شواهد قطعی برای پیش‌بینی جنگ جهانی سوم وجود ندارد، اما وقایعی مثل دستگیری پاول و تنش‌های سیاسی بین کشورها میتونه به افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال بروز بحران‌های
بزرگتر کمک کنه. به هر حال باید بالاتر به وضعیت‌های بین‌المللی و نشانه‌های احتمالی توجه کرد و امیدواریم که این وضعیت‌ها به صلح و ثبات جهانی ختم بشه. دستگیری پاول دوروف واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. از یک طرف حامیان حقوق بشر و آزادی بیان به شدت از این اقدام انتقاد کردند و اون رو به عنوان یک حمله به آزادی فردی یا حریم خصوصی کاربران تلقی کردند. شبکه‌های اجتماعی مشرفه‌ای مثل فریتو و جاستیس فور پاول به سرعت در حال پخش و ترند شدن. از طرف دیگر برخی مقامات دولتی و رسانه‌های خبری هم از این اقدام استقبال کردند و بر این باورند که این دستگیری به طور کلی به نفع امنیت عمومی و قوانین بین‌المللی. این گزارش‌های متضاد نشان دهنده اهمیت و حساسیت این موضوع در سطح جهانی. در نهایت باید منتظر بمانیم که ببینیم در وضعیت پاول دوروف چطور پیش میرن. آیا اون قادر خواهد بود که بزودی آزاد بشه یا اینکه ممکنه با مشکلات قانونی امنیتی بیشتر روبرو بشه؟ این مسئله به ویژه به طرفداران تلگرام بسیار مهم است و باید یک تقاضای به جا خواهد بشه. نمیخوام قضیه را بحران یا توطئه‌آمیز جلوه بدم، اما به نظرم پاول میدونسته که دولت فرانسه قصد دستگیریش داره. از طرف لیست شدن ایرادات به تحریم‌های مستقیم خودش بوده بسیار نزدیک است. اون با این کار حمایت افراد بیشتری از جمله همون شخصیت‌های بزرگ اقتصادی مثل ایلان ماسک و اندرو را به سمت خودش جلب کرد تا مگه بعد از آزادی حمایت‌های معنوی مالی هرچه بیشتری را داشته باشد. اینجا به بررسی جزئیات دستگیری پاول دوروف و شایعات پیرامونش پرداختیم. این خبر تاثیرات زیادی بر دنیای فناوری و مسائل مربوط به حریم خصوصی داره و باید منتظر باشیم که این موضوع به چه سمتی پیش میره. همچنین تاثیرات این دستگیری باید به بلاگ‌ها، واکنش‌های توییتری و حتی احتمالات بزرگتر مثل جنگ جهانی سوم همه نکات مهمی هستند که باید به آنها توجه کرد. ممنون از نگاه‌های گرمتان که تا این لحظه ما را همراهی کردید. امیدوارم لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشد. حتما لایک کنید و نظرتان را در کامنت‌ها و اشتراک بذارید. همچنین اگه هنوز عضو کانال ما نشدید لطفاً سابسکرایب را بزنید تا از ویدیوهای بعدیمون خبردار باشید. تا ویدیوهای بعدی بدرود.